سلام و عرض ادب خدمت همکارای عزیز. خسته نباشید همگی. آخر هفته خوبی رو انشالله در پیش داشته باشید. شرمنده من پیام دادم خدمتتون، بعد موقع هم هست ولی یه خبر به گوش من رسید، منبعم چون موثق بود گفتم که خدمت همکار عزیز اطلاع رسانی کنم. توجه داشته باشین طی این چند روز آینده یه گروه پیدا شدن، تماس میگیرن با شماره موبایلاتون، اسم و فامیلتون هم میگن و تحت عنوانهای بانک، علل خصوص بانک‌های رفاه و بانک‌های توسعه تعاون، میگن که لطف بکنید اون شماره سریال کارت ملیتون رو به ما بدید، چون مثل شناسنامه که یه شماره سریال داره، کارت ملی هم قسمت پشتش کنار کیته یه شماره سریال وجود داره. میگن نمیدونم برای امنیت بیشتر حسابتون و از این چیزا ما این شماره سریال رو میخوایم. تحت هیچ عنوان این شماره سریال رو ندید، تلفن رو قطع کنید، چون الان توی شیراز این باند شروع شده و از شیراز هم شروع شده. اینا دسترسی نه تنها به اون حسابتون بلکه به حسابای دیگه‌تون هم دسترسی پیدا میکنن و حسابا رو دارن خالی میکنن. فقط همین امروز بالای 20 مورد توی بیمارستان کوثر به همین شکل تماس گرفتن و حساباشون رو خالی کردن و جاهای دیگه. من چون این موضوع به گوشم یعنی متوجه شدم، گفتم که خدمت همکارم اطلاع رسانی کنم که خدای نکرده اتفاقی واسه شما و حالا خانواده محترمتون این موقع خدای نکرده اتفاق بعدی برای شما نخواد بیفته. خیلی توجه داشته باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید.